درود و وقت بخیر. توی این ویدیو قراره با هم تفاوت فعل umziehen و übersiedeln رو یاد بگیریم. اما قبلش کانال رو سابسکرایب کن و اگه این نکته واسط مفید بود لایک کن. فعل umziehen برای نقل مکان کردن، خانه عوض کردن، از جایی به جای دیگر رفتن برای زندگی و در واقع اسباب کشی استفاده میشه که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین کلمه در مکالمه روزمره هستش. برای تغییر خانه، تغییر شهر، تغییر کشور، زندگی شخصی فعل خوبیه که استفاده کنیم. به عنوان مثال Ich ziehe nächste Woche یعنی من هفته آینده اسباب کشی میکنم. Oder wir ziehen nach Berlin ما با برلین نقل مکان میکنیم. Sie ist wegen der Arbeit umgezogen او به خاطر کار نقل مکان کرد. اسم این فعل میشه der Umzug به معنی اسباب کشی. Der Umzug war teuer اسباب کشی گران بود. فعل بعدیمون übersiedeln بود که برای مهاجرت کردن، انتقال محل زندگی به شکل رسمی و جابجایی دائمی بین کشورها استفاده میشه. رسمی تر، اداری تر و کمتر در مکالمه روزمره استفاده میشه. برای متن‌های رسمی، زبان اداری، مهاجرت دائمی یا انتقال جمعیت یا سازمان یا یک شرکت میتونیم استفادهش کنیم. برای مثال Er ist nach Kanada übersiedelt او به کانادا مهاجرت کرد. Oder viele Familien übersiedelten ins Ausland بسیاری از خانواده ها به خارج مهاجرت کردند. Die Firma ist nach Wien übersiedelt شرکت به وین منتقل شد. اسم این فعل die Übersiedlung هستش به معنای مهاجرت یا انتقال رسمی. برای مثال Die Übersiedlung der Firma dauert 2 Wochen انتقال یا جابجایی شرکت 2 هفته طول میکشه. امیدوارم که تفاوت این دو تا فعل رو خیلی خوب یاد گرفته باشید.